امروز اومدم براتون یه داستان عاشقانه ترسناک تعریف کنم. زندگی دو تا کارمند بانک که عاشقانه شروع شد و ترسناک تموم شد. داستان از این قراره که نصف شب بود، یه بیماری رو اینتوبه برای ما آوردن. یا آقای رئیس بانکی بود، رئیس بانک خصوصی در استان تهران. دیدیم این مریض شرحالی که خانومش رو برادرش دادن، گفتن که امروز در بانک بودیم، ما همه چی عادی بود، مشکلی نبود. یهو برگشت گفت من کلیم درد میکنه، پهلوی سمت راستش رو گرفت، همسرم به افتاد زمین. گفتیم خب چیکار کنید؟ گفت هیچ چیز، زدیم 115 ما رو به یک بیمارستان دولتی آزمایش گرفتن. دیدیم که کراتین خون 27، پتاسیم 7، کلسیم 5. اصلا آزمایش‌ها با هم نمیخوره. سدیم 120. گفتم خانم حالا برای چی آوردش اینجا؟ گفتم باید دیالیز بشه و فلان. گفتم خب باید دیالیز میشده دیگه، بعد اورژانسی در همون مرکز معتبر دولتی شما این بیمارتون رو دیالیز میکردید. گفت والا ما ترسیدیم، مشکل مالی هم نداشتیم، پذیرش گرفتیم آوردیم اینجا. گفتیم باشه ایراد نداره. ما هم سریعا حالا دیگه با شرح حال این چیزا کار نداشتیم که بعدا بهتون میگم. مریض رو فرستادیم بخش دیالیز. مریض اینتوبه بود، سریعا شالون گذاری شد، دیالیز انجام شد. حدودا هر روز تا 5 روز مریض رفت دیالیز شد اومد. کرات 20 ساعت وقتی میشنوی مخ آدم سوت میکشه. فکر نکنم الان اگه کسی از همکارای من اینو گوش کنه باور کنه که کرات 27 وجود داشته باشه. خلاصه مریض 5-6 روز با دستگاه در بخش دیالیز ما میرفت میمد، دیالیز میشد. بعد از 7 روز دیگه از این توبه بودن جدا شد، اکسیوب شد، هوشیار شد، ولی همچنان کراتش روی 14-15 بود و همچنان در سرویس متخصص نفرولوژی بستری بود. من یه شرح حالی که روز دوم سوم از این خانواده گرفتم و یه ذره خانواده استیبل‌تر شدن و تونستن شرح ماجرا خیلی قشنگ‌تر تعریف کنن. داستانی بود که این خانم و آقا جفتشون کارمند بانک بودن. این آقای عزیز رئیس بانک ما که خیلی انسان شریفی بود عاشق این خانم میشه، خانمو میگیره، ازدواج میکنه. این خانم هم به عنوان معاون در کنارشون در بانک خصوصی کار میکنن. همه چیز عالی بوده، چکاپ های سالیانی میرفتن و موردی نبوده. گفتم کی چکاپ رفتی؟ گفت پارسال. گفتم خب شما وقتی چکاپ رفتی آیا مشکلی بود؟ خانمش گفت نه مشکل نداشتم. آقا گفت چی؟ گفت آره من رفتم به من گفتن کرات 4، میتونم اشتباه باشه، شما برو پیگیری کن یه بار دیگه آزمایش بده. گفتم خب رفتی؟ گفت نه نرفتم. گفتم برادر من وقتی که شما رفتی دیدی کراتین 4، یعنی اون کسی که شما را چکاپ سالیانه کرده نباید میمده ببینه نتایجش چیه؟ گفتن نه والا ما همچین کسی رو نداشتیم. از همینجا بهتون اعلام میکنم هر کسی هر آزمایشی داره آیدی تلگراممو اعلام میکنم. برای من اگر آزمایش انجام داد پیش پزشک نرفت برای من بفرستید، من براتون آزمایشو تفسیر میکنم. دیگه این کار خاصی نیستش که همه میتونن انجام بدن. اگر مشکلی باشه ارجاع به پزشک متخصص. مثل این که این آقا بعد از اینکه میبینه کراتش 4 مراجعه نمیکنه، فکر میکنه اشتباهه دیگه، مراجعه نمیکنه، یواش یواش این دردها رو داشته تا اون روز که اون اتفاق بد براش میفته. مریض چند وقتی پیش ما بستری بود، اکسیوب بود، حالش خیلی خوب بود، ولی کراتاش اصلا به هیچ وجه پایین نمیمد. 2 تا کلیه‌اش کلا از کار افتاده بود. از بیمارستان ما مرخص شد و رفت که هر 3 روز یه بار دیالیز کنه. ولی متاسفانه بعد از فالوآپی که ما از این بنده خدا انجام دادیم دیدیم که بر اثر فشارهای کنترل نشده در خونه و بر اثر عدم حالا جواب دادن دیالیز به بدن ایشون، این بنده خدا در حین دیالیز در یک مرکز فوق تخصص خصوصی فوت کرد. این آقا به عنوان یک رئیس بانک در بخش خصوصی که خیلی هم بانک خصوصی و معتبری هم هست آزمایش رو انجام داده ولی پیگیری نکرده، یعنی خودکشی. سالیانه 400,000 نفر در بیمارستان‌های ما بر اثر خودکشی میمیرن. نه خودکشی معمولی ها، نه، بر اثر فشار خون و چربی خون و قند خون بالا که میدونن بیماریشون چیه ولی درمان نمیکنن. دوست من، عزیز من، تنها راه وزن کم کردن، تنها راه سلامتی تغذیه خوب، رعایت رژیم غذایی متناسب زیر نظر متخصص تغذیه، پیاده روی هر روز نیم ساعت در زندگیتون قرار بدید. کار مهم نیست، مهم اینه که این زندگی عاشقانه بعد از 15 سال بعد از اینکه 2 تا فرزند 10 ساله و 8 ساله داشتن به پایان رسید به همین راحتی، در صورتی که اگر فشار خونه‌شون رو خوب کنترل می‌کردن، چکاپ‌هاشون رو می‌بردن پیش یک متخصص نشون میدادن، همچین اتفاقی نمی‌افتاد. باور کنید این اتفاق زیر پوست همین شهر اتفاق افتاده. رئیس بانک بر اثر بی‌تجربگی، بر اثر سهل‌انگاری مرد.
پس ما برای درمان فشار خون بالا چه کاری باید بکنیم؟ ببینید فشار خون بالا یک قاتل خاموشه که گریبانگیر شما میشه در مواقع حساس. زمانی که جر و بحث میکنی فشارت میره بالا، یهو دچار حمله قلبی میشی. آقا خانم شما فشار خون داشتی، فشار خون بالا داشتی، اینجا در یقتو گرفته. حالا باید چیکار کنی؟ اول از همه که گفتم باید یه دستگاه دیجیتال کنترل فشار خون بگیری. فشارتو باید بین 120 رو 80 یا 125 رو 80 یا 110 رو 70 نگه داری. اگه فشارت شد 130 رو 80 ایراد نره، ولی 130 رو 90 خطرناکه. سیستول دیاستول خطرناکه بالا باشه. مراجعه میکنی پزشک، قرص میگیری و ادامه ماجرا بذار من بهت بگم. باید سبک زندگی تو عوض کنی. تغییر سبک زندگی یعنی باید پیاده روی رو به زندگی روزمرت اضافه کنی. کنترل رژیم غذایی با کمک از یک پزشک متخصص تغذیه. کاهش استرس به هر نحوی در زندگی، هر استرسی داری باید کنار بذاری یا کمش کنی. توصیه درمانی و غذایی: سدیم رو باید از سفره غذاییت کم کنی. سدیم چی؟ همون نمکه. آقا سر سفرت دیگه نمکدون نیار. نمیگم حذفش کن، نیار. در عوض پتاسیم سر سفرت اضافه کن. پتاسیم تو چیه؟ تو سبزیجات. سرشار از پتاسیم هستن. روزانه 4700 میلی گرم پتاسیم نیاز داریم. کمبود ویتامین دی تو جبران کن. میری آزمایش میدی، اگه ویتامین دی کمه، ویتامین دی تو درمان میکنی، میبری بالا، یا میری بیرون آفتاب میگیری یا با خوردن ماهی. و از همه مهمتر چیزی که هیچ کسی به شما نمیگه چون به ضرر خودشون هستش، کم کردن قند و کربوهیدرات هست. نشینید سر سفره صبحونه چای شیرین و قند و نبات بخورید. شما قند رو از سر سفرتون کم کنید، کربوهیدرات رو از سر سفرتون کم کنید. ببینید چقدر میتونید زندگی راحتی داشته باشید. هم میتونید فشار خونی تو با این موارد کم کنی، هم میتونید قند خون تو با این موارد کم کنی. خواهش میکنم اگر از گفته های من که همشون علمی هستن خوشتون اومده و همه این داستانی که براتون تعریف میکنم در زندگی روزمره کاری ما به وجود میاد، برای دیگران بفرستید تا اونم بتونن استفاده کنن. خدای نکرده از مرگ ناگهانی و مرگ زود هنگام جوانها، دوستان، آشنایان جلوگیری شه.